أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما هنوز هم در جنت هستیم. آدم در جنت زیاد باشه خوب است. درس امروز ما هم درباره جنت است و ما حدیث شریفه که خواندیم که حفت الجنت بالمکاره. در همون حدیثه که ما و شما خواندیم که جنت پوشانده شده با چی؟ با سختی ها، امتحانات. از این خاطر خوب است کسایی که علاقمند جنت هستن این امتحانات بفهمن. گفتیم امتحان اولش گفتیم که امتحان جهاد فی سبیل الله هست. این امتحان قد سخت است که بسیاری کسا دمی دلشان چی که در زبان خودم کلمه جهاد حالا گفته نمیتونه. بسیاری جایی کمی اقدری دشمنای اسلام یک اساس اسلام بزد از زیاد تبلیغ کردن که حالا بسیاری کسا که مجرد برشبوی که جهاد از همون جیم هیده چشم الف دال همی 4 حرف هم گفته نمیتونه و فرار میکنه. خب یک امتحان بسیار بزرگ الهی هست. دومش گفته بودیم که امتحان صبر و سختی ها هست. سومیش امتحان با والدین بود. چهارمش امتحان با سرازیر شدن دنیا و انسان های بیدین. ایرام تشریح کردیم در درس های قبلی. پنجمیش امتحان غربا بود. کلمه غربا را و حدیثی که درباره غربا هست این را هم تشریح کردیم. و ششمیش امتحان ضعف معنویت در نزد مردم است که ما در اینجا رسیده بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت امتحان ضعف معنویت در نزد مردم یکی از امتحاناتی است که شما شاید خصوصا جوانایی که الحمدلله الله اونا را هدایت کرده، عقیده درست دارن، الله برشان توفیق عمل نصیب کرده و میخواین که معنوی زندگی بکنن، با معنویت زندگی بکنن. چون اکثر مردم غرق مادیات هستن، حتی شما اگر به حساب معنویت هم کار میکنین سر شما مردم مسخرگی میکنن. اعصابت خراب است، دیوانه هستی. حتی بسیاری وقتا در خانه برام یگان اولادایم برام میگه پدر ما چی است؟ فنافی انتشارات است. چرا که ما وقت پیدا بکنم میریم در انتشارات یگان درس جور میکنم یا مثلا کارهایی که جوانا میکنم اونا را مراقبت میکنم. دیگه اونجا برای ما ماش نمیتن در انتشارات. دیگه تا 7 سال خود نداده. اگر بعد از اون رئیسش قاری صاحب طاهر است تا بال خود ماش نداده. نه از یهود بر ما آورده نه از نصارا. منتا میگن یگان وقتی من میگم بیادر مرا غرض نگیرین، از من نگیرین. یگان روز که چیزی نانشان کم بود و یگان میوه دلشان شد باز بچه‌ها دیگه سونما سهل میکنن استاد یگان میوه نخوریم دیگه. ناله گپ سر از است باز امتحان است. میفهمیم باز یکی میگه بیادر یا که و انتشارات ما تو هر نفر یک نفر ماش میده. این تجارت مثلا 1-2 نفر قاری صاحب طاهر بعد دوش گرفته بسیاری وقتا پیسه برخشه بیچاره میته قاری صاحب طاهر دیگه. یک آجی بریاله است 1 نفر من نفهم یا 2 نفر بود حالا 1 نفر است آجی صاحب ماش میته آجی بریاله دیگه. نمیاره من نفهم که چی است دیگه. آجی آرس هم 1 نفر میته. یک نامایشان چیز بودک حسیب جان بودک ای هم 1 نفر کت ماش آشپز هم میداد بخلم. یکی دیگر چی نام داره آجی جان زیب نه رفیق حسیب که است آجی شایبی نه دیگه. اینی هم جوانا را ماش نمیته و تو اونا همین CD ها و درس ها اینیا را جور میکنن و نشر میکنن دیگه. تو کسی تابال پیدا نشده که 1 نفر آجی صاحب بگویه که من ماش استادم میتم. بازنال کلگی میگه که بیادری دایره سعی که 10 نفر اینجا کار میکنن نصف ماش هر کدام شکی بزنه
برش بای چقدر میشه، چقدر میمانه، سبحان الله که است. نه صاحب، یا از یهود ماش میگیرن، از نصارا میگیرن، پروژه میگیرن صاحب. اما باز خدا کشه که سعی کنی دخترکش صبح سرخی سفیده مینی جوب طرف ناتو روان است. باز ما برش میگیم سلام صاحب خوب هستی آجی صاحب جانت جور است، انشالله ناتو خیلا دوستای ناتویی. باز ما بسیاری وقت از زبان خود میترسیم کسر چیزه نمیگم. میگن تا که من چیز میگم یعنی تو هر چیز میگم من صبر میکنم، خب اگه باز زبان من تور دادم باز وضعیتت خراب میشه. خودش ماشش حرام، دختراش به حجاب، غلام روس، غلام امریکا، غلام اسرائیل، چاپلوس. ما خب الحمدلله نمیال اگه یک 400 سیدی ما داشته باشم دم یک سیدی مگه یافتی که من یک یهود یا نصارا را یا امریکایی را یا غلام امریکایی را توصیف کرده باشم بیا مرا بگو. دمی 13 سال که هستیم ما در جمله چی هستیم؟ روز آجی بریالم تو یک جای میرفتیم، دم یک هتل هم رفتیم صاحب ما را خواستن که بیاین اینجا صحبت بکنیم، دیدیم که یک 40 نفر آمده. آجی بریالا گفت بریم، گفتش که ما شما غربا هستیم نمی هتل بر ما شما نوبت نمیرسه. او یک نفر خبر که بود یک 39 نفر رو کت خود آورده بود. بعد که وقت اونجا جهر کرده بودن فکر میکنه والا چی است. دیگه گپ سر ازی است که امتحان ضعف معنویت است. اگر شما برای چون مردم اکثرا مادی هستن، وقتی شما یک کار به خاطر رضایت الله میکنین، مثلا نمیشه شما را کی چیز میته، چون حال در امیر مجلس که بیری نان چاش وادم میتید، یگان گلاس شربتی که پا هست با چند قواد بر یگان کیک میککی که پا میرسه نمیرسه و در پالوی عزیز برات میگه ترانسپورت هم است، نان هم است، کباب هم است، خوردنی هم است. اینال کلگی ده اون مجلس ها میره. اینال یک تعداد جوانایی را که اینجا میگه که بیچاره بسیارشان من میبینم سبحان الله بعضی جوان است که بسیاری وقتا من تیر میشم خجالت میکشم در موتر جای نمی باشه دیگه که تیر میشیم یک دفعه سهل میگم که جوانا مثلا از این طرف سرای شمالی پای پیاده میرن و بسیاری جوانا را میبینم مثلا از سیدوی کارتیپران موتران سیازی را میبینم کم تو جوانا دمی کوچا میرن و اینجا هم که می به غیر از اینکه به خاطر رضایت الله و دین الله را بفهمه دیگه هیچ چیز نیست. تا حالا نه ما بر از اینا کدام یک گلاس چای دادیم یا نه برشان یک گلاس شربت دادیم و او تواناییش کاش که می داشتم دیگه الله بر ما پیسه میداد برای کلتان نمت خوب چیز می آوردم مگ برای کلتان یک گلاس که میخوردین یا ترانسپورت حداقل ما هیچ چیز نداریم. بیچاره بسیارشان پای پیاده می این حال وقتی که این کسایی که پیاده میآیند و در سمیخانه اینجا میآیند باز که پیش از یا بشین میگن نه یا هر کدام از یارا $500 یهود ماش میده بر پدر از یهود این چی یهود خوبه. یهودای سابق مسلمان ها را میکشتن. یهودی های اصل ما قلقس است که درس قرآن بتید بیایید درس عقیده بشینید تا چی میده؟ $500 ماش میده. از این خاطر هیچ وقت به این گپا متاثر آدم نشه. چرا؟ باز کی از یهود ماش میخوره کی از نصارا ماش میخوره ان شاء الله تعالی در روز قیامت چی میشه؟ از هر کس باز هر کس میگه مال هذا الكتاب این چه قسم دفتر است لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا. به امریکایی که می سلام هم دادیم گرفته کتر بر روز که گفتیم کاکدیلا تواریشه او هم اومده کاکدیلا خرشو اویش هم ذکر است اما تو بر روسی برش که صاحب جاسوسی کردیم او هم است. ای که بردیم چی گفت استاد دایی امروز؟ والا استاد دایی امروز اول یک فکاییگه گفت بازونم و بادار خود پیش میگنه خب اولش فکایی باز دیگه چی گفت اسامه ابن لادن رحمت الله علیه خب رحمت الله علیه خود دیگه چی گفت مولا مادمر شهید است خب مولا مادمر شهید است ایران بگو دیگه چی هست مولا مادخترم گفت شهید است خب ایران شک و تک استاد چی میگی آلیا شهید هستن چرا وقتی که در مملکت امریکا شهید شوه آزادی است دیگه دموکراسی است. وقتی که دموکراسی است وقتی که امریکا در مملکت شهید میته روس در مملکت شهید میشه نجیب و کارمل و ترکی و جنرال روسی که بر روس سلامی میزد این شهید میشه و افتخار میکنه. چیز نه
دیگه از این خاطر هفتم الله صاحب خیلی دیگه اگر آزادی است خب ما یک 4 تا ما میتونیم که شهید بسازیم. شما بس قواعد ناتو را شهادت میدین باز ما میگه به چی تر میکنیم میفهمیم که اصلا چی است. اصلا ضعف معنویت پایین است دیگه. نه وقتی که ضعف معنویت پایین است اگر تو به خاطر رضایت الله یک کار میکنی اکثر مردم ایره نمیپذیره هیچ نمیپذیره میگه نه بابا این کارها را که اینا میکنن این دعوتی که اینا میکنن این خود چیز نیست مفت نیست. یک روز هم یکی از شاگردای ما کامپیوتر ما رو برده بود کامپیوتر ما اینجا یک توته روز یک توته یکی دکش مفت خود اکسپایرش دادم میره نه از اینجای سیدیش شدن. بازی پدرش باش گفته که استاد دایی $5,000 از امریکایی معاش داره. بازی گفته پدر جان نه کسی که $5,000 از امریکایی معاش داشته باشه همه یک کامپیوتره که $2,000 میخره که بازم کمرت بزنه زورتون بتن خوبی جا صاحب تق و تق است مقصد گزاری خودم میکنه. گپ سر چیست این گپ اجازی ما رو زور میته یا نمیته؟ میگن نه چرا زور نمیته؟ باز من که یگان کس میگه من میگم بیادر این گپا رو خشوریدیم کال از این گوش ما میره از این گوش چرا ضعف معنویت است. چون این نفر لذتی که انسان مؤمن در معنویت میبره ای که تو کت خالقت ارتباط داری به خالقت رکوع میکنی و سجده میکنی و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که یک مشکل پیدا برشان میشه بریم نماز بخوانیم وقتی که نماز میخوان مستقیما کت خالق خود گپ میزنه وقتی قرآن میخونه کلمات قرآن ایره خطاب میکنه. پس این لذتی که در معنویت میبره این لذت واقعا بلندتر است از اون لذت های مادی و پیسی که تو میگیری و دو لذت نیست. و ما ایرم تجربه کردیم که لذت دو چیزا نیست. لذت خود نیست وضعیت از گمش که آدم قصه کنه باز گپ زیاد میشه. به هر صورت یکی از امتحاناتی که وجود داره که شما وقتی که قدمایتون به خاطر رضایت الله میگذارین چون اکثریت قدمهای خود به خاطر دنیا و ملذات و شهوات و خواسته های دنیایی میگذارن همین معنویت شما را نمیپذیره. نه برادر تو چطور این روز جمعه چی سگای سونجا هر سگ از کلش گواره کتک آدم ها را سیل کنی که چی لباس های پوشیدن پاچا را تازانو برزده که تو فکر میکنی این نه صاحب دیگه صاحب مردم ها را سعی کنی اونا بازی که سعی کنی الا سگ فلانی باز یکان دفعه الا سگ دگروال باز یکان دفعه حس میکنه الا دگروال الا سگ جنرال باز میگه الا جنرال صاحب الا سگ خان صاحب باز میگه الا خان صاحب خان بگی او خان صاحب از که بسیار مست شده یک وقت میبینه که از یمی خان از یمی کلان گنج شیشه از اون صاحب خودش سگ جور کردن. آنا مردم اونجا میره به خاطر چیز جوان چطور اینجا آمده او فیلم ها را سعی کو سینما را سعی کو فلان را سعی کو این چطور میانده درس میشینه پیش از اینا این سبحان الله. از این خاطر در معنویت شما مردم چیز نمیکنن. دیگه امتحان چیست؟ امتحان شهوت های سیگانه هست. هر کس 3 شهوت داره و این 3 شهوت بسیار خطرناک است. یکیش رتبهش پایین تر از شهوت اول با که در رتبه دومیش است با سومی است. اولش شهوت بطن است. شهوت بطن چی است؟ اینمی شهوت عادی که کل ما شما میفهمیم که کسایی که مثلا شهوت به اینمی زنا و همجنسگرایی و اینی گپا یکی از شهوت ها این شهوت است. این اکثریت کار دشمنای اسلام در چی هست؟ رشد اینمی شهوت های سیگانه هست و بازماندن دروازه اینمی شهوت هاست. حال اکثرا جوانا را در چی میکشن؟ جوانا را در شهوت بطن میگیرن. فیلم های فری اهل روز عاشقا اهل روز دوسا اهل روز بی غیرتا اهل روزی که زنای خوانن هر کسی که عاشق میشه خوارش هم معشوقه شده. من یک روز یک مسئله گفت استاد یک سوال کنم گفتم ما سوال کن گفت خفه نمیشین گفتم نه باز اگه جواب دادم تو هم خفه نشو همین پروتکل سیسا. گفت مثلا ما در 15 سایس یک دختر گپ به تو عاشق شوم گفتم در 15 زراعت خوراک تو هم گپ میتن سرش عاشق میشن. وقتی که سر خور دیگرها خوش هستی که عاشق شوی با سر خوراک خودت هم کس عاشق شد باز خفه نشو از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید
جوز جو. اگر میخوای کسون خواهرت به نظر بد سهل نکنه، سون خواهر کس به نظر بد سهل نکن. بگو خواهر ما است، خلاص سرت پایین پر تو، ان شاء الله تعالی سون خواهر تو هم کس سهل نمیکنه. نمیخوای سون مادرت کس سهل کنه، سون مادر کس به نظر بد سهل نکن. اگر میخوای که سون ناموست سون خانمت کس به نظر بد سهل نکنه، طرف ناموس کس به نظر بد سهل نکن. اگر میخوای مثلا سر خواهرت به طرفش کس به نظر بد سهل نکنه، طرف خواهر کس به نظر بد سهل نکن. خواهر هر کس بگی خواهرم است، مادرم است، اینمی هم انما المؤمنون اخوتون، این خواهرم است، خواهر پنجمی است. هر دختر مسلمان خواهر چی ما و شماست؟ پنجمی. خواهر پنجمی نکاحش درست است، صحیح نه؟ خواهر پنجمی نکاحش درست است، صحیح نه؟ اینه من نمیگم، اینه میگه چی میگه؟ وهابیا میگه. اینه وهابیا نمیگه، اینه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما 5 قسم خواهر معرفی کردن؟ خواهر سکه، صحیح نه؟ خواهر پدری، خواهر مادری که از مادر یکی هستن، خواهر رضایی که همراه شیر خوردی در طفولیت، و خواهر دینی. یعنی پنجمیش کدام خواهر است؟ خواهر دینی. مثلا بیبی عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها خواهر دینی کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. خانم ما خواهر دینی است. چرا؟ انما المؤمنون اخوتون. پس اینال دشمنان اسلام چی میکنن؟ اول بسیاری جوانان را از طریق کدام شهوت میگیرن؟ شهوت بطن، شهوت خوردن و شهوت اینمی خواسته های جنسی. دوم شهوت چی است؟ شهوت مال است. اکثرا کسایی که سنشان از جوانی کمک بالا شده، ریشش ماشو برنج شده، سیزنه باز اینیا رو در کدام شهوت میگیره؟ در شهوت مال میگیره. موترک لکس. مثلا یک نفر رو ببینه که او مردم فکرتان باشه که دشمنای اسلام شما را بازی نتن، بازیگر رو سهل میکنه. این نفر میگه والا چقدر خوب آدم، 4 نفر که آمد باز یک کس میگه که ببخشید صاحب یک موترک $40,000 برات میتن، و اینیگه که بگی چیزا بازیگر میگه او بیادرها تشنج نکنین، جنجال نکنین، گپای بیوده نزنین، قرار آرام باشین. چی شد؟ کدام شهوتشه؟ شهوت مال است. این حالا اکثر مردم که هستن، بسیاری از اونا در شهوت چی گرفتار هستن؟ در شهوت مال هستن. بسیاری از مثلا قماندانای بسیار قویی که بود نه در سابق، که بسیار در مبارزه با روسا در صف اول قرار داشتن، آوردن او را گفتن که بگی هم یک قطعه امریکایی را تو چیزش باش، مسئول گاردش باش. بازی صاحب یا برو مثلا از فلانی تلویزیون، از فلانی سینما، از فلانی چیزا تو مسئولش باش. باز او دیگه چون دوجه پیسه است، مثلا بعد ماه $50,000 است. وانا بسیاری کسا به حساب شهوت مال چی شدن؟ کمرکش شکست، باز کل چیز فراموش. و سومی قسمت شهوت چی هست؟ شهوت جاه هست، چوکی هست. اکثریت مردم که حتی دین خود ترک میکنه، باز چی هست؟ شهوت چوکی و چوکی داشتن است. حتی برادر خود میکشن، حتی پدر خود کشته. بعضی پاچه ها را ببینی که بچه خسته برای پدر خود زار داده و را کشته تا که خودش چی شوه؟ دایی چوکی بشنه. این 3 تا شهوت بسیار خطرناک است و اکثر مردم خصوصا اینجا این چوکی که است، باز شهوت چوکی که است دیگه برای یگان تا آدم ها که سنش پخته از بین 50 و 60. این کسایی که دیگه تاریخش بیخی دیگه پاش در لب گور است. بازی رو که صاحب سال کنی همی چوکی ترش کده که دمی کت از این پشت کفی رو در دوزخ رایی بکره. یک چوکی تایردار نه؟ همیش سفیده کاکا که دمی چوکی میشن تو بیا صاحب بیشی دمی چوکی. این دیگه که باز بیشنه بازی که میگه آه دیگه در پا بوتایش بازی که لگ میشه بالا میگیره در پاش بوتا بکنه. بازی رو دیگه چوکی میشه که غر کمی بردش قرب در دوزخ پرتش. این چوکی شهوت چی هست؟ جا هست. شما بعضی کسا دیده باشن که بخیر تاریخش خیر است، لکن پشت چوکی کباب است. پیسه هم داره، شهوت بطن خونه داره، روش خود کلش اکسپایر شده، صحیح نه؟ از او خلاص است. شهوت پیسه هم خوب پیسه داره، اینی خانه فلانی اینی موترایش هست، اینی فلانیایش هست، موتر هم داره، چیز هم داره. آلگه کدامش مانده؟ چوکی مانده دیگه. باز این سر چوکی دیگه ببینی دریش سفید هم تو کپک پوزکش رو باوره و صاحب چی میشه؟ وضعیتش خراب است، راستن میبرد دوزخ میپرد. و اکثرا مردم ها رو که صاحب سعی کنه اینمی شهوت چی شدن؟ از این خاطر آدم محتاط باشه. در مقابل ایچی؟ این 3 شهوت خطرناک. جوانان باید در بطن خود متوجه باشن.
میان سالا در قسمت پیسه و ترا متوجه باشن و کسایی که سنشان کلان میشن در قسمت شهوت جاه و قدرت و چوکی و گپا. و یا در دیگه مملکت ها که آدم همی در سارا میته بسیاری وقتا مثالاش نمی باشه. این مملکت ما و شما یک مملکت است، همی هر چیز هست اینجا. همی هر درس که میتیده بی کله یک هست همی داز میخوره. اگر شما مقصد ما نیست بسیاری وقتا که من اکسن یا جای درس میدم باز میگه استاد فلانی رو گفتیم همین ما برادر من نام کسی را گرفتیم. من مثال یعنی تخیلی گفتیم پوزکش رو باوره قدکش چیز پشتکش کپ ده چوکی چی است که بابا اینا رو باز مردم فورا میره میگه فلان نه ما کسی رو نام نگرفتیم و مقصد من تو کدام شخص خاص نیست. اگر تو نام بگیری خب لیست بیخی پوره میشه. چقدر زیاد است یک تا دو تا خو نیست زیاد تعداد مردم هستن که چی هستن در شهوت بطن. مثلا من براتون شاید قصه را سابق هم گفته باشم. یک جوان بود که از 3 ماه ببخشید 3 ماه موازی جره بحث کردیم. از سویزرلند بود. من همراه ازی همین موضوعاتی پیشمه چی را میخوان زبان دری را میخوان. من دری را یاد بده باز ما باش میفتیم. یک ساعت لیسنینگ است، یک ساعت رایتینگ است، یک ساعت ریدینگ است. باز ما می قانون خودشون سر خودشون قبول میکردم. دواده لیسنینگ که میشد باز ما بسیاری وقتا یک چیزک داشت تو دراز در گولی شیشه بدیم تو یک گازک داشت. باز ما دیم گاز قرار خو میکردم. باز میفتیم حالا بچا گوش میگه لیسنینگ است. باز دیگه تو باش قسم میکردم دیگه خودم قرار خو هستم دیگه. این قسم مقصد خب گپ سرازی شد که یک روز مرا گفت که ما به خاطر ازی گفتم بیا می درس دادنم کس یعنی اگر استاد انگلیسی درس میتی کس را یا دری درس میتی یا انجینری درس میتی یا کامپیوتر درس میتی یا دریور هستی یعنی اگر انسان بخواد که خدمت به دین بکنه در هر ساحه تو خدمت به دین کرده میتونی. مثلا دریور است، دریور چیز نمیکنه یک کست اسلامی داره یک سی دی در ساحه است دمی دریوری خود مثلا 6 نفر شانده از دیوقاران تا خیرخانه میبره سیست نه امی کستا که کمان میفهمه که مردم بسیار در موسیقی و تراس می 20 گناه موسیقی یک کست پیدا میکنه می میره در موتر خود میمونه. این 6 نفر هم قرار 6 تا نگه شونیده میرن یک دفعه 6 نفر یک دو تاش از موسیقی چی میکنه توبه میکنه میفهمی که بینمازی است یا فلانی است اما تو کستا را گرفته میمونی. حتی در درس استاد انگلیسی میتونه بسیاری وقتا همین استاد قیام الدین بوده که گفت که من که در صنف انگلیسی میرم باز همین کلیپ های نو مسلمانا را برای بچه‌ها میتونم که بگین انگلیسی است این شما چی کنین بشنوین باز سرش تبصره کنین. باز اونو از گفتن حداقل او که میشنید میگه که او چقدر دیندار است آدم خوب است بالاخره سر از خود از هم تاثیر میکرد. من دیگه برازی گفتم بیا دمی لساننگ برازی چی بکنم دیگه فارسی برازی گفتم بیا می قصه من برات گفتم یک قصه را برات میگم از یک انسان از تولدش تا وادی مرگش. امیر دمی 3 ماه قصه کردم میرم چطور است نظر تو؟ گفت بسیار خوب است. من گفتم یک نفر از بسیار نفر خوب زندگی از بعد من قصه میکنم تو یاد بگی فارسی را چه کلمات است. خب گفتم یک طفلکی بود در یک منطقه پدرش فوت کرد بازی در خانه مادر خود مثلا بدون پدر تولد شد بازی که تولد شد. خب امیر قصه ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا کم کم جوانی و بالاخره سرش وحی آمدن اینیا رو کم کم به مرزی قصه کردم. این نفر گوش میگرفت خب کل گپا رو و بعضی اوقات سوال میکرد. باز برام گفت خیلی استاد ما تو یک قرارداد میکنیم. گفتیم چی قرارداد کنیم؟ گفت هر سوالی که من کردم تو خفه نشو. من گفتم خیلی قرارداد میگم هر جوابی که من گفتم تو خفه نشو. گفت سیس و یکی و دیگه گفت تو هم گپ دلت بگو ما هم گپ دل خودم میگم. گفتم ما سیس گپ دل چی است؟ گفت که هر چی که بود میگیم. خب خلاصه بعد از 3 ماه دیگه گپاش زیاد است. اصل مقصدی که من میخوایم به او برسم اون است که بعد از 3 ماه همین جوان چند موضوع را امرای ما قبول کرد. گفت درست است که جهان خالق داره، درست است که خالق جهان ذات یگانه هست. گفت اینم من باور کردم سیسه. اینم گفت قبول دارم که همین قرآن که از کلام الله هست و اینم قبول دارم که رسول الله صلی الله علیه و آله محمد صلی الله علیه و آله گفت این پیغمبر خداست. گفت I accept all of them. کل از یارو گفت من قبول دارم. اما گفتم خیلی تو کی را قبول داری مسلمان هستی؟ کلمه بخوان یک کلمه بخوان خلاص. گفت نه من کلمه نمیخوام مسلمان نمیشم. سعی کنین اصل گپ اینجاست. گفتم ببین تو یک وقتی حالا خودت کلش داره قبول کرد وقتی قبول کردی دیگه نمی عقیده یک مسلمان است چرا مسلمان نمیشی؟ گفت نه نمیشم نمیتونم چطور است؟ من گفتم سعی کن تو کتمه یک وعده کرده بودی که هر چیز گپ دلت است بگو. من کل گپای دل من برات گفتم هر گپی که در دلم می بود که پرسان میکنی من برات میگفتم اینال گپ دلت باید بر من بگویی که چرا نمیکنی؟ گفت خب گفت سیس میگم. گفت گپ دل من است که ما را در کشورهای ما آنقدر در زنا و
در شراب و در شهوات و در یا غرق کردن که آل ما بیخی معتاد شدیم. فهمیدین یعنی؟ یعنی یکی از وسایل دشمنای اسلام چی است؟ که مردم در اینمی شهوات ثلاثه چی میسازن؟ آنقدر غرق و معتاد میسازه که بالاخره شما اگر بخواین، چون گناه یک عادت داره که خطر گناهی است که وقتی که در یک گناه رفتی تو که گناه را الا بیتی و گناه تو را الا نمیته. مثلا یک نفر هیروئین کشیده عادت کردن، حالا او اگه میخواد که من یک تابوت یک بچه که ما چند وقت او را تو در دفتر آوردیم، برش کار دادیم، آشپزی دادیم، باز که میشد یک روز آمد پیش من تو گریان کرد، گفت استاد من تو را بسیار خوش دارم، والله تو مثل پدرم وارثی، والله استاد من چی کردن نمیتونم. گفت والله امی ما که میخوایم که هیروئین ترک بکنم، او مرا ترک نمیکنه، سرم یک حمله میایه، وضعیتم خراب میباشه، همه تو دیوانه میشم تا که چی کنم برم هیروئین بکشم. پس بعضی اوقات است که شما میخواین که یک گناه را ترک کنین، اینال ای بر ما گفت ما آنقدر معتاد به می گناه ها شدیم، آنقدر غرق هستم که تصمیم که میخوایم تصمیم بگیریم، تصمیم گرفته نمیتونم. از این خاطر خوبتری است که انسان قبل از اینکه به گناه ها مبتلا باشه خود حفظ بکنه. اگر رفتی یک دفعه یک چوکی شیشتینی هم یک تکیه کردی سیزنی، یک دفعه یک چوکی که قاچت لنگایت بالا شد دیگه، باز تا روز قیامت که هر قدر بخوای خدا نجات بدی باز دیگه اونو میشه غرق شدی رفتی. مثل که یک نفر در مافیا میره نه مواد مخدر، باز اون رئیس شرکت برش میگه که بچیم آمدن تو اینجا به دست خودت است، از اینجا رفتنش به دست ما، جاده یک طرف است، هر کلش نمیتونه تو چیزا هست. پس این شهوات یعنی این نفر هر قدر اگر بیچاره بسیار میخواست، لکن گفت من تو یک غرق هستم، من بسیار خطرناک نمیتونم. دیگر از امتحانات الهی که برادرای محترم اشتمیش است، امتحان عادی شدن حرام است. این بسیار خطرناک است. عادی شدن حرام چطور است؟ که بسیاری از حرام ها برای مردم چی میشه؟ عادی میشه. وقتی که شما درباره از او صحبت میکنین، مردم تو را مسخره میکنه که اوه جی صاحبی تو چی میگی؟ تو از کجا آمدی؟ این شما را کی درس داده؟ یک گروه مردم نو پیدا شدن. متوجه هستین؟ چرا او در چی عادت کرده؟ مثلا عادی شدن عایدات حرام. اکثریت مردم در پول حرام چی هستن؟ غرق هست. اگر تکه فروش است، در دکان تکه فروشی خود آنقدر حرام خوری کرده که تکه 5 ستاره پاکستانی بدله 400 روپیگی به نام 5 ستاره ژاپنی اصل دکلی و خانمه که بیچاره پیچ سفید زده. او همشیره جان این سایکو عالمه که تزی سر و سله و ریش و کلا و یپا درو میگم تو این ستارهش این بگی خودت حساب کن. بیا تو خود یک بازو زنکه که خود یک خوارخانه خدا آورده این خود نمیفهمم تو خوشیار هستی. تو ببین خواره که گل سایکو خواره که من اینی ده سایل که این 1 ستاره، اینی 2 ستاره، اینی 3 ستاره، اینی 4 ستاره. ما هم در پالی شیشتیم. ما یک وقت تکه فروشی هم کردیم. خب من اگه تکه فروشی هم شالای تکه فروشی رو خوب صحیح میفهم. زکات هم که میدن تکای تلپت کنه تاریخ تر شده که کس را نمیخره. باز میگه بکش از اونم زیر چیز، از اون زیر اول خود زکات نمیده، باز که دادن کنه که مثلا 10 سال پیش مانده کس رو بین نمیکنه، باز اون رو میته، باز رو دمون نرخ روز حساب میکنه. با من نرخ روز که چطور کایست باز از چیزا اینا حالا گپ سر چی است؟ اینا اینی مردکه که در 1 متر 3.5 ساعت یک وقت ما که دکان داشتیم وقت لک بود 50,000 همین تکه چیز برای ما 40,000 تمام میشد که 50,000 بفروشیم همین تکه 5 ستاره. این میرسه در چند میفروختن؟ در 3.5 لک روپیه سر از این نفر در 3.5 لک روپیه باز دوادی که صاحب سر وضو سایل کنی که در یخچال زدهش چی وضوی میکنه. استاد سنت تا اینمی قسمت است یا اینی من میخوایم سفیدیای قیامت مینی که من گفتم این سفیدیای قیامت در روز قیامت و 3.5 لک که زیاد گرفتی و کلش از ظلم و ظلمات فی یوم القیامه. متوجه هستین؟ اینا حالا عزیز اونجا که باز وقتی که تعزیت مردم وقتی باش میفته که برادر دمش که خیر است امیر چطور نه استاد تو بسیار آدم عجیب هستی. یه دفعه یک دکان گرفته بودیم خود 4 ماه کرای من سر از او مانده بود
ده لک من برش پرسان میگم گفتم سعی می خود 4 لک یعنی خود 10 لک است این سرت مانده بود 4 ماه کراس سرت مانده 4 ماه 40 لک میشه او چی میگفت استاد 37 لک میشه یک حسابه که جور کرده بود همین میزد ماشین حساب و 37 لک میبرد من که میزدم 40 لک باز مرا چی میگه همین طور کی استاد گرفت دادم این پانتون با گفتم بیا حال به خاطر 3 لک براس پانتون من فکر نکن اینال عزیزی که اینی غلطی و فریبکاری زیاد شده تو که اینال گپ حق میزنی اینال بر تو بسیار مشکل است حرام عایدات حرام ماشش حرام است حالا بسیاری کساست والا اصلا من روزه دعا کردم دعایم قبول نشد چطور کنم استاد دعا میکنم دعا کردم کلمه از زمین زدم سعد رضی الله تعالی عنه آمد پیش رسول الله گفت یا رسول الله گفت برای من دعا بکو گفت دعا کو برای الله که مرا الله مستجاب الدعوه بسازه یعنی هر وقت دعا میکنم دعای من الله قبول بکنه رسول الله صلی الله علیه و برش یک فرمول نشان داد گفت اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوه غذایت خوراک که میسازی میخوری این حلال بساز دعایت الله قبول میکنه یعنی این مخصوص از اون است مخصوص کل امت رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا دعایت قبول نمیشه چیزی که از دانه که تو یا الله میگی بیرون میکنی دعاره چی را چخ کردید او دان گوشتش حرام لقمه حرام فلانیش حرام نوشابه حرام ماشت حرام این حال وقتی که تو همین لقمه را که میخوری متوجه نیستی که همین حلال است یا حرام است این یکی از امتحانات و سختی است که اکثرا از این خاطر کسایی که حلال میخورن هر روز گوشت خوردن نمیتونن پس اگه میخوای که حلال بخوری دعای تو قبول شود و در پیش الله ارزش داشته باشی بازوت تقاضا نکنه که هر روز هر چاشتی که باید من در کجا در هتل نصیب شیشته باشم و برای من برش بگم که بیار یک دو خوراک تندوری بیار بر از این رفیقی میگه او کسایی که دو خوراک تندوری و دو خوراک مثل فلانی و 6 خوراک هر روز چاشتش در اونجا هست او دیگه باز مشکل است از پیسه حلال چیز وقتی که عایداتتان باز که مردمایی که میلیونر است او که میگه مثلا ما 1 لک عاید دارم تو که مثلا ما 5000 عاید داشته باشی از حلال باید قناعت بکنی باز خودت که از اون مقایسه نکن که مردمای چیز حرام خور ایگه دوم مشکل مثلا عادی شدن لباس حرام لباسای کافری لباسای زنای مثلا امی سریالای ترکی که است این سریالای زمان اتاتورک و حکومت اتاتورک و شاگردای اتاتورک است و این یک سیکولر بسیار خطرناک بود 3 تا سیکولرهای خطرناک در جهان اسلام چند سال پیش روان کردن خفنشین یکیش مصطفی کمال اتاتورک بود در ترکیه که یک تکه ترکیه که بری در زمان اتاتورک نو شروع کردن تو مرچور یگان قانون نکار نو شروع کردن اما اونجا که بری امی اتاتورک لعنت الله علیه این صاحب چی کرده امی حلال حرام کرده حرام حلال کرده بیخی هم تو قانون است چیزایی که حرام است و حلال است در موتل میری نورمال و نفر ترکی خوب دیندار خوب هستی جان جور است این چیز شراب است چند است بسیار شراب خوب بوتلک 200 لیره شما صاحب مولوی صاحب از این بوتلک تو فکر میکنه که هیچ چیز شراب نیست مولوی صاحب اگر خواسته باشین از این بوتلک دوزیر چیست اوزه و گرم است دختره شما را بس چی میکنه مساج اگر مولوی صاحبه از این مساج دلتان میشه امامش فریست بی پیسه بعضا مساجه کش چارج داره رضا شاه پهلوی را در ایران روان کردن که در ایران که بود یعنی زمان شاه را که ببینی توبه بکشی دیگه لباس دیگه مثلا بعد قانون خوب جور کرد که برای یک زن 1 چارک تکه بسش بود نیم متر خب بیاجاش میبوشید در ایران در زمان حالا که قسم بکره ملایی که اگه در تلویزیون ها میخیزه رو باز علایاری و یا نواسای اونمو زنکای پلیت است خب نطفهش خراب است
حالا که حال اگر لنگی رو بلکلی خود مانده اونمو عقیده کفری سابقه هست. اصحاب دشنام بده و مسلمان ها را دشنام بده و آیت قرآن و در افغانستان امان الله خان روان کردن. حالا می خاندان از یاره که یکار مجلای سابقه به نام جواندون و مجلای سابقه که هست که یارو صاحب سیل کنی خاندان شایی دیگه صاحب چی هست وضعیتشان بسیار خراب است، بسیار خراب است. ما که از اونا وقتی که جوان بودیم که از اونا کم رفت آمد هم داشتیم ایمان تنباندار زن سلام علیکی کنه زن پیش سفید 70 ساله عیب است. بازو میرفت تنبانه میکشید جراب کش میکرد باز میامد دروازه رو باز میکرد. این چی هستن؟ و این همه حالا که از بسیاری مردم است در لباس خانم خاطر هیچ کس همه پنجابی خوب نماز خوان حاجی صاحب لباس پنجابی وارد میکنه. آی لباس یا لباس های ترکی بری سر مرکه خوب کلاگک سفید ریشک دراز تسبیح هم در دستش اونجا قرار شیشتر کل لباس های چی است آستین نداره مینی جوب است و بسیار مردم ها رو ببینی صاحب میره از این لباس ها برای خواهر خود برای خانم خود خریداری کرده میرن. آیا این لباس درست است؟ نیست. این لباس های پنجابی که میپوشه که بغلاش این تا به اینجا چیز است راه میره آیا درست است برای یک زن مسلمان برای مرد مسلمان؟ لباس های کفار، لباس های هندوها، لباس های چسب، لباس تنگ، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که صنفان من اهل النار لم اراهما. باز یک قسم چی میگه؟ من نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، زنای هستن که پیش ظاهرا لباس دارن پیش الله برهنه هستن. حالی قسمی مردان پیدا شده، مردای کاسیات و عاریات، مرد صاحب که دمی صف مسجد که نماز میخونه پشت سرش کت تنبان شوخوی خود در مسجد آمده نماز جمعه میخونه. حالا در چه قسم است؟ حالا من اینجا در نماز حالا خوب مجبور طرف قبله سل کنی یا هم در پیش رویت یکی رکوع میکنه یکی سجده میکنه آن صاحب باز هم اینجا سلام دعوت میتی میره او طرف دیگه اونجا که میره که صاحب یک کت دیگه کت یک لباس نازک در مسجد آمده دمی افتاو که میره اوچت امی اعضای بدن ازی معلوم میشه. نساء کاسیات و عاریات خوب بود حال مردها هم این چیزی. اینا لباس کفار، لباس تنگ، لباس نازک برای مردم حرام است. لباس که در بدن انسان چسبیده باشه برای مرد مسلمان هم حرام است برای زن مسلمان هم حرام. حالا مرد افغانستان میگه نه برای زن حرام است. مرد که هر چی که کرد در پالوی دیگه امام که استاد شد دیگه صاحب لنگ دست گرفت که هر وقت انداخت لنگ میره. خصوصا بیاید امامای عمومی لنگ رفته کاکا دیگه سر خودم انداخته میره یک وقتی طرف میمونه بچه‌ای من لنگ چه شد غرق و گرم است سطل انداخته میره. سطر عورت و یه پا کامل چی شده عادی شده. شیطان اینا متعادی میشه. عادی شدن به حجابی از اینکه که سطر و حجاب نیست در بسیاری جایی که بیری که وقتی که حجاب کنی در یک جای ما رفتیم در یک خانه همشیرای ما که داخل شدن یک زن میگه این زنای عصری برآمدن باش که اینال خیمه پوشا بیاین اینال از ما که کمک چادر کلام پیشت چی میگه یعقب مانده ها. اوهو من گفتم تو پیش رفته صاحب رفته صاحب یک دانه دامن لیلامی رو خریده که یک کمربند اینه گل این پیش رفته است که گل لیلامی دم لیلامی خوب از کمربندای دانه 5 روپیه نه گلا این انداخته او صاحب عصری شده. ما که برای خانم به خود رفتیم صاحب یک دانه چادر 700 روپیه خریداری کردیم لوکس اوریجینال او رو باز میگه یا عقب مانده است. چرا چی شده این بی حیایی و بی حجابی چی شد؟ یک کس آمده مرا میگه که عالمی خانم آدم استاد من تو یک محاسبه میکنم. من گفتم خب محاسبه کن من کس جدی نمیرم تا که واسه میرسه. گفت که کاتت من محاسبه میکنم. خب من گفتم تو چی پلیس هستی سارنوال هستی قاضی هستی چی محاسبه میکنی؟ نه اما تو با حساب امی عقلی. گفتم خب بفرمایید. امی مثلا خانم من امی یک مجلس خیس رقصید پیش روی مردان چیش کم شد؟ من گفتم از توی چیز کم نشد از توی یک چیز زیاد شد. گفتی چی است؟ من گفتم در پیشانیگه که یک تاپگک زده شد دال یا واو سی یعنی 4 حرف در پیشانی تو زیاد شد در روز قیامت در جمله از میرسه. سبحان الله. این چی شده؟ عادی شدن موسیقی. عادی شدن موسیقی هست.
امروز من در مسجد تکبیر ان شاء الله 20 گناه موسیقی رو براتون بیان میکنم در نماز جمعه. امروز در نماز جمعه. اما بسیاری کساست 20 گناه داره موسیقی. حتی بعضی از پارچه های موسیقی آدم در کفر میکشانه. این بازوش در خطبه براتون تشریح میکنه. سبحان الله مردم مسائل کنی به شادی است. در خانه کمی داخل شد همین سوش موسیقی چالان است، در موتر صاحب چالان است، در اونجا چالان است. بسیاری وقتا حتی توجه نداره. اما چی شده؟ عادی شده. اگر یک جای یک محفل عروسی بود بازو مردم چی میگن؟ یک آدم رسائل کنی که 7 دفعه حج رفته، باز چی میگن؟ اینا بچیم سازش سر مه. سبحان عادت کرده است. دیگه عادی شدن چی است؟ عادی شدن بی حیایی، الفاظ بی عفت، کلمات بی حیایی، مذاق‌های بی حیایی. سبحان الله در خانه شیشه ما بسیاری چیزا را اما تو که میگم همین قصای ما کلش اپدیت شدگی است. اگه بگی نامش بگو، نام پدرش بگو، نواسیش بگو، کواسیش بگو، هم تو پیش مسکن. در خانه رفتیم الله ببخشه این برادر من قاضی مرگ بریم خانه فلانی. من بله راست پرسان کنید در میمانی و گپای در تنبل هستم زیاد نمیتونم رفتم، موتر نیست پیشم. اگر یگان من قاری تای باز یگان تو رو میگه بازو میبرم ما کم گرفته از خانه تا میکنم ببره. اگر نه اگه من خودم بانه من 80% من بازور قاری تای رو ببره. اگه ممکن نباشه برای خو میبره. اگه خانه والا معطل شده من قرار یک دو چشم خوام زدیم. گفتی قاضی صاحب من برادرم گفت بیا بخیز آورد برکت خود برد. رفتیم در یک خانه. یک تا قاری صاحب است که حافظ قرآن است، یکی دیگه هست، چند نفر دیگه هستن اما تو دوستا و تو کلان آدم ها شیشته یا به اندازه بی حیا هستن که یکی دیگه خود خانم و خواهر و دختر گفته داشت نام میدن. با سونما چی میگه که استاد ما مذاق داریم، ما مذاق داریم. مفتیم نه خیم یک راستی شا مانده همینم شروع کنن دیگه. خواهر چیز نمید آخری هر قدر بیادر من چکر من گفتم بخی بیادر یا چی میگه خیر است همین نان بخوریم باز میریم. پیش از نان خوردن خب ما شما 200 خوردیم چیزایی شروع کردن. یعنی بی حیایی به اندازه شده که در یک مجلس که کل خانه از نفر پر است او میخیسه. یعنی یک بچه جوان شما بسیاری وقتا سکن در پانتون ما میریم بسیاری وقتا 4-5 نفر جوان روان است کلگی میبینی این طرف هم مردمی طرف هم او همشری از او را داشت نام میده، او مادر از او را داشت نام میده. بیبی خو بیخی در دان شیشتن. آدم باید توبه بکنه، از استغفار بکنه. الله بد کردیم، اشتباه کردیم، غلطی کردیم، این درست نیست. عادی شدن بدعت ها آل بسیاری وقتا آنقدر این بدعت ها گفته مردم های امروز نهادی نشده سیست نه؟ آنقدر ایدمی عمق فکر مردم داخل شده که مجرد دی باره گپ میزنی در مقابلت یک حرکت بسیار منفی میکنه. حتی بسیاری جای گپ زدن نمیتونی. بسیاری از علما را که پرسان میکنی میگه او مولوی صاحب او عالم بزرگوار همین تو خب بزرگ عالم هستی همین چطور است؟ مرد میگه برادر چطور کنم نکن استاد شما خود استاد هستین. اینه میگه اگه من بگویم این سبب مستری مرا بار میکنه. بدعت نان خوردن در خانه مرده‌دار کلگی آنقدر عادی شده که همین خوب آدم با تقوا را ببینی در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما. شما برای آل جعفر چی کنین؟ طعام جوین. یعنی اونا مرده‌دار هستن، غمدار هستن، شما برین غذا ببرین در خانه جعفر. ما چی کردیم؟ این حدیث جور کردیم حمله کنین در خانه جعفر، تباه کنین خانه جعفر، چور کنین خانه جعفر. بسیار آدمایی با تقوا، بسیار آدمایی که حتی تهجد میخوانن، اما آنقدر امی بدعت ها عادی شده که از هیچ خدا نگاه کردن نمیتونه. ببینید که همونطور آرام تو صاحب 300 نفر در خانه از اومده که اون مرده دار بیچاره که سال کنی اون دیگه دستای خودی قسم میکنه. من خب برای 200 نفر نان جور کردم 300 شده چطور کنم؟ برو هتل برو فلانی برو روغن پرتو برو اعلی چیز برو. عزیزی که این برنجا دیگه تو اگه رفته باشین روغن زیاد انداخته و از خاطر زیاد ننداخته که روغن زیاد است. روغن زیاد انداخته که یا نخورن چرب باشه. ببین از این دستایشان روغنا سایبم تو سر کرده و خوردن. روز دو باور بکنین
اگر یک حدیث یا روایت بکشی که روز دو در اسلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه کرام یا تابعین یا تبع تابعین یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام شافعی رحمت الله علیه یا امام مالک رحمت الله علیه یا امام احمد ابن حنبل رحمت الله یا دیگه فقهایی که در امو صحابه و تابعین و تبع تابعین در قرون ثلاثه خیر که بودن، اگر این کارا روز دو داشت کرده باشن یا روز سه کرده باشن، حتی سرزو بیچاره تهمت میکنن، حتی سرزو بیچاره تهمت میکنن اگر بپالی یکیش نکردن، نه او کتابایی که اونا نشته کردن یا اجتهاد کردن، نه روز دوست، نه روز سیست، نه شب جمعگی است، نه چل است، نه سالگرد است، نه هیچ. فقط در جنازه چی بود؟ تعزیت بود. که بدی بخوانی تعزیت چی است؟ که مجرد از یک نفر یک کسش فوت میکنه، آجل صاحب بیل بگیر، کلنگ بگیر، برو در قبرستان برش بگو قبرش صاحب ما 4 نفر جور میکنه. اینی تعزیت میگه. یک نفر دیگه بره بگه این صاحب من برش کفنش ما آوردم، اینی تعزیت میگه. اینی که بری در خانه غذا پخته کنی بیای در خانه مرده‌دار، اینی تعزیت میگه. اما اعلان فوتی و در لاسپیکر مسجد اعلان کردن، در مسجد اعلان کردن حرام است، ناروا است. اما تمام اون روز مسجدها رو ببین در لاسپیکرش چی است؟ شیر آقا پتونی نواسه، مچم شیرگل سیاه بچه کاکا، دیگه مچم کربلایی فلانی خان پقانه فروش بچه عمه. حالا چیز که سبحان الله یاد کجا شد؟ در مسجد. ولی اینمی بدعت ها به اندازه در بین مردم شده. قرآن مولوی شیشته بیچاره بایسیکل فروش صاحب میخیده صاحب اعلان میکنه، برش میگیم که او بایسیکل فروش صاحب چلی کار میکنی؟ نه صاحبی چطور شد؟ او بایسیکل فروش. از مولوی مسجد پرسان که اعلان کردن در مسجد چی حکم داره؟ در مسجد حتی کسی چیز گم شده باشه حق نداره که اعلان قرض مفقودی خدا بکنه. این میخواسته مرده خدا. این حال چی شده؟ مشکل بدعت ها به اندازه شده که صاحب بسیاری وقتا حتی به زور از پیشت میگیره. آیا در ختمای یا مثلا در تراویح های عصر صحابه و تابعین برجی نخوت نقل نخوتی و ایگپا بود؟ حال بسیاری وقتا می به زور بتی 200 روپیه. او میگه من جوالیستم، خودم 10 روپیه جوالیگری میکردم، رمضان است. این جوالیگری نیست. من 5 تا اولاد خواندم، 200 روپیه بر از این چیز چی بودم نکنین. ببینی مردکه میگه اگه میخوای که بیاب نشی بر تو 200. بازم صاحب نقل میگیره فلانی میگیره، با صاحب بازور مردم اونجا میبره، باز که سعی کنه از سیمتری بر تو فلانی نقل. در کدام کتاب است، در کدام سنت است، در کدام حدیث است، در کدام روایت است؟ یعنی چیز عادی شدن به تفاوتی. دیاست چی رو میگن؟ سعی کنین. باز بعضی کسان میگن استاد شما همین زبانتون چرا حفظ نمیکنین و شما چرا این کلمه دیوث استعمال میکنین؟ سبحان الله، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اینمی عبارت آمده هست، یک اصطلاح اسلامی هست که باید انسانها خود از این وقایع بکنن. حال وقتی که ما میگیم زنا نکنین، خال کلمه زنا ولا تقربوا الزنا خود قرآن آمده. خب مجبور هستیم که برای مردم به خاطر وقایع خود از زنا، از دووسی و زیگا باید بگوییم. حال سعی کنین. در حدیث شریف است از رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 لا ينظر الله الیهم یوم القیامه، 3 طایفه مردم است که الله در روز قیامت به طرفشان نظر نمیکنه. اول طایفه مردمی که الله به طرفشان نظر نمیکنه در روز قیامت، العاق لوالدیه، کسی که کلمه عاق به معنای جگرخون ساختن است. حال میگه فلانی مادرش را عاق کرده، پدرش. این غلط است. امیر در افغانستان همین کلمه را غلط استعمال میکنه. عاق از طرف پدر و مادر نمیشه، عاق از طرف اولاد میشه. یعنی اولاد است که مادر و پدر خود جگرخون میسازه. پس کسی که مادر و پدر خود یک سرش رشخند میزنه یا مثلا سرش در مقابلش گپ را میزنه که او جگرخون شوه، اعصابش خراب شوه یا او را دشنام میته، چی است؟ این مادر و پدر خود خفه ساخت. عاق والدیه یعنی مادر و پدر خود چی ساخت؟ خفه ساخت. اینی کسی که عاق است،
اینی که مادر و پدر خود جگر خون ساخته به طرف از الله در روز قیامت نظر نمیکنه. یکیش. دومیش چی هسته؟ مدمن الخمر، کسی که شراب نوش یعنی معتاد شراب باشه، معتاد شراب باشه، الله در روز قیامت به طرف از این نظر میکنه. والمنان عطاءه، سومین نفری که الله به طرفش نظر نمیکنه کسی است که یک چیزی را که برای یک کس میته باز منت گذاری میکنه. زکات میته برش منت گذاری میکنه، یا کمک میکنه منت گذاری میکنه که این صاحب من بر تو این کارا کردم، این کارا کردم، فلانی را کردم. در ادامه حدیث میگه و ثلاثه لا يدخلون الجنه، این بسیار خطرناک است. سه طایفه مردم است که هیچ به جنت داخل شدن نمیتونن. دایی هم گفته اولش العاق لوالدیه، این بسیار خطرناک است. کسی که مادر و پدر خدا چی ساخته؟ خفه ساخته. و دیوث بسه هست، و دیوث کلمه عربی هست و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و و دیوث و چی است؟ باز این تشریح میکنه یعنی کسی که در قسمت ناموس خود بی تفاوت است. این دیوث. کت دخترش کی قول داد؟ کت خانمش کی قول داد؟ ده عروسی که در پالی خانمش کی استاد شد؟ ده عروسی در مقابل کمره خانمش رقصید؟ فیلماش در کجا نشر شد؟ خانمش در کدام اعلامی فروشی چکر میزنه؟ خانمش چند تا بیپار مرد داره؟ دکانداری رو خوب میپره. پیش هر دکاندار که یک 20 تا زن بیپار داره. اینمی شوهر اینمی زنه که دکاندار 24 ساعت می بیپار گفته و که از این خنده میکنه و قصه میکنه و فکایی میگن و این شوهرش قرار به تفاوت بسیاری وقتا هم قرار خانمش که از صاحب مذاق میکنه و خنده میکنه و روی خدا بسیاری وقتا بالا کرده و آرایش و فیشن و این گپا اینا کنین این دیوث میگن. و رجل یا رجل این چی میگه؟ یعنی زنه که خدا چی جور میکنه؟ مثل مردا جور میکنه. یگان زن صاحب میگه من زن مردان صفت هستم، چادر مادر اوسو میپرته در بین مردا صاحب مدرایه پشن که من صاحب سر چشمه برتان فیصله کنم. تو مردواری نیستی، تو بی حیاستی. بسیار یک زن مردانه هست، مرد در نظرش نمیه. بعضی خانما هست مویای خود قیچی میکنه مثل مردا، لباس میپوشه مثل مردا، حرکتاش میکنه. اینی هسته. در سلسله صحیح جلد 3 صفحه 387 یه حدیث صحیح گفته. قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه صحابه پرسان کردن که رسول الله صلی الله علیه وسلم اما مدمن الخمر فقط عرفناه، مدمن الخمر ما فهمیدیم. صحابه چیزی که نمیفهمیدن پرسان میکردن، گفتن مدمن الخمر فهمیدیم. فما دیوث، این دیوث چی هست؟ قال الذي لا يبالي من دخل على اهله، کسی که بی تفاوت است که بالای همسر از این دخانه کی آمد. یک کس میاد دخانش ای کی است؟ پرسانش کنی خودش قرار دولیست که خانمش یک نفر شیشته ای کی است؟ بیا در خانده خانمم است. آیا بیا در خاندگی در اسلام است؟ نه. بچه جوان در بین 6-7 تا خانی مردکه که در بین دخترها و خانمش و فامیل قرار میگرده. پرسان میکنیم ای کی است؟ میگه ای از بیادر ما بیادر خاندهش است. ای بیادر خانده بیادر آمده در بین خانه در بین کلگی قرار مثل چی واره؟ مثل بیادرش واره میگرده. شاید نیت از او مرد نیت خوب باشه و شاید نیت از او دخترها هم خوب باشه، اما محرمش گفته میشه؟ محرمش گفته نمیشه. در بیادر خواندگی و خواهر خواندگی و پدر خواندگی و مادر خواندگی این در اسلام نیست، این جایز نیست و این بر از او چیز نمیشه. از این خاطر رسول الله هم گفت که بسیاری کسایی هستن، اینالی کسایی که مثلا میگه که برادر عزیز، حالا بعضی مفتی ها در تلویزیون ها پیدا شده میگه او برادر شما ای استادا را سیل کنین، سر ما سب انتقاد میگه که سر ما انتقاد کرده تو سعی کنی زبان عزیزه که چقدر زبان خراب است، این کلمه زشت استعمال میکنه. حال خب ما مجبور هستیم در هر محفل سعی کنیم. باز چی خوب تشریح میکنه، میگه در هر محفل یک سازک است،
در محفل بچهای کاکا و بچهای خاله و بچهای ماما کت خواهر خود و کت دخترای خاله و دخترای کاکا و دخترای ماما با هم در یک مجلس هستن، در هر مجلس کلازیام میرقصن. خصوصا ما و شما افغانایی که در امریکا هستیم، از ما و شما خو بیخی گپکا بسیار خوب است. تو سایکی استاد ظاهر دایره یعنی زد کل ما را دوست ساخت. ما کجا دوست ساخته میتن؟ خدا زده تا خودت ساختی. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر تشریح میکنه که ثلاثتون لا يدخلون الجنه. بگی باز وا چی هستن؟ مشکلشان چی است؟ وا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیغمبر قبول ندارن. مشکلشان چی است؟ چون پیغمبر قبول ندارن، وقتی که ما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نه او را ما قبول ندارم، این گپ تو است، باز میخیزن تشریح میکنن و انتقاد میکنن. ثلاثه لا يدخلون الجنه تا ابدا. در حدیث دیگه تو آمده کلمه ابدا آمده. الدیوث در اول آورده گفته الدیوث و الرجلة من النساء و مدمن الخمر. دیگه چیزایی که همین 4 تا دیگه هم زود براتون نامه‌اش نمیگیرم که عادی شدن موالات دشمنای اسلام. همین مسئله موالات و معادات که است یک مسئله بسیار خطرناک است. بسیاری کسا همین دوستی و محبت با دشمنای اسلام چی شدن؟ بیخی عادی شدن. الا شیخ الحدیث صاحب کته فلانی امریکایی صاحب یک جای عکس گرفته، اون صاحب فلانی مولوی صاحب از پشت تخته پشت امریکایی چپ چپ کرده جورج بوش. این صاحب ببینید چی شده؟ این بر مردم چی شده؟ عادی شده. دوستی با دشمنای اسلام، در حالی که آیت صحیح قرآن صریح قرآن عظیم شان است. چی میگه آیت صریح قرآن عظیم شان؟ میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. امروز شما موالات و ولایت و دوستی و محبت نکنین. و اهل صاحب بسیار متعادی شده و بسیاری کسا وقتی که بچانی گپا را بزنی یا افراطی هستی یا اکستریمیست هستی یا فاندامنتالیست هستی یا تروریست هستی یا این گپا هستی. فقط این کلمه‌های لوکس فقط هم چکو شدن کلیت میزنن، در حالی که آیت صریح قرآن است لا یتخذ نگیره المؤمنون مؤمنا الکافرین، خصوصا کافر حربی. کتی کافرایی که مثلا در وطنت است که مثل هندو آسیا است، ایره خو گفته که لا ینهاکم الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، که امروز چی کنی؟ نیکی بکنی. یعنی کتی یک هندو نیکی بکنی، اما او کافر حربی را دوستت بگیری، او را در بین خانهت بیاری و کتش بشینی و کتش یک جای در مجلس چیز کنی، الله اینجا مطلقا نهی کرده، حرام است. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. لكن چون عادت شده، عادی شده صاحب کتی کافر. بسیاری جوانا را سعی کنید در کامپیوترش همین عکسای کافرها هست. نه صاحب اینقدر من امیتاب جان خوش دارم، اینقدر صاحب چیز است که عاشقش هستم. در سر عکس کامپیوترم، در سر موبایل می کافر است. در سر موبایلت نشته کو که ای جوان مرگت را فراموش مکن، میمیری یک روز. فهمیدی؟ بسیار سعی کنی. جوانایی هستن که باور بکن بسیاری وقت آدم تعجب میکنه، والا فلانی چی هستم، یک مخ بسیار که سهل میکنه، والا فلانی جوان چی کرده بود، سر بام از بام افتاد، دالت کما بود، چه شد؟ فوت کرد. فلانی جوان چطور شد؟ این تو تکلیف پیدا کرد، فوت کرد. باور بکن بسیاری وقت آدم سهل میکنه، ایران میمونه. پس فراموش نکن مرگت که نه والا صاحب مخو نوبت مرگم نرسه. بسیار کسایی دیدیم درس میامد، درس ما فیلم برداری میکرد فردین، الله بیامرزش، در رمضان گذشته درسای مولوی صاحب متوکل او ثبت میکرد، درسای ما اینجا ثبت میکرد. بیچاره تا 10 بجه شب 11 بجه شب در تراویح می بود، باز 4 صبح وقت میرفت. اون الله بالایش رحم بکنه او رمضان. و از کلی که قوی‌تر، زیباتر، کل صفات خوب یک جوان خوب در وجود از او بود. نه میخواست نامزاد شود. یعنی رمضان نیست. فوت کرد رفت. دلای کلی گرفت تک کرد. بس باید عکس فردی نباند سر موبایل بگو سعی که بیبی که جوانه که رفت، من هم مثل ازی وارد چی هستم؟ اما دوستی و محبت با کفار، عادی شدن برنامه‌های غیر اسلامی، آل اینمی خنده بازار و لوده بازار و ستاره افغان و اینی برنامه‌هایی که ام اخلاق خود انسان فاسد می‌سازه، ام اخلاق فامیل فاسد می‌سازه، ام اخلاق والدین و همسر و دختر و یار فاسد می‌سازه. این تو عادی شده که بسیاری وقتا برید در بسیاری خانه‌ها قرار متچالان است و پدرش قرار شیشه سر میکنه، باز که کتش بشینی باز بعد قصه میکنه صاحب دفعه دوم که در حج رفتم، این تو صاحب مسجد بلال دیدی؟ دیدیم صاحب. نه همین دروازه‌اش دیدی؟ همین دروازه‌اش هم دیدیم. این خنده بازار هم دیدم. میره گل کو، این لوده بازار گل کو.
صدقه مسجد بلال شوی، صدقه مسجد ابوبکر صدیق شوی. اینجا این تلویزیون که هست کنه دو چیز بگی باسپرند بعد سیل میکنه. در یک جای رفتیم میمان بودیم در مدینه منوره، یک دیش صفحه شیشه دیگه مرا میگن استاد دمی چوکیگاه که تو شیشتی دمی میمانی. گفتم خواسم چی شده؟ دا اینجا جنرال صاحب فلانی هم شیشته، وزیر صاحب فلانی شیشته، صدر اعظم صاحب فلانی شیشته دیگه. همه تو که یعنی تو خدا نشان میده که میمانای ما بسیار مردمای کته کته است. تو یک خردترک آدم هستی آمدی. باز من گفتم آقای صاحب نام خدا علم مسجدت خوب است، یک دارالایتام نمیسازی؟ یک دفعه صاحب نمی اوی کل سیستم برخی تا آخر سن مسئله نکرد دیگه. من بوده شیشه گفتم آقای صاحب نام خدا پیسه خود دیگه پاره که قصه کرد که ما اینجا گوشت از بازار نمیخریم، هفته یک دانه گوسفند خود ما میکشیم، ما 40 تا مرغ خود ما میکشیم، باز خود ما کباب میکنیم چطور میکنیم. باز من گفتم در افغانستان غریب بیچاره بسیار است، یتیم میگه پا بسیار است. خودت خوش صاحب در مدینه منوره است، اگر یک دانه دارالایتام اونجا بسازی ان شاء الله میسازی بخیر که وعده بیتی امیاله که چیز شه دیگه. که دیدمش صاحب دیگه که دوی دور داد دیگه باز دارالایتام سر ما دارالایتام میسازن. سبحان الله. پس دیگه آخری چی است؟ عادی شدن شرکیات. حالا شرک بسیار در بین مردم عادی شده. با چشمتان ببینید. مثلا من مثالایش میگم ببین چه عادی شده. امی ذبح کردن حیوان زیر پای انسان، چی زنده باشه چی مرده باشه، شرک است نیست؟ فصل لربک وانحر. آیت قرآن میگه که نماز برای کی بخوان؟ برای الله بخوان. و نحرام ذبح گپارم برای کی بکن؟ برای الله. امیل امی زندارا را کلش پرسان کو بگو گردن بسته دمی توید زیر پای آرسود مرغ ذبح کردن نکردن. قرار استاد است اینجا مرغ میاره زیر پایش، زیر پای آرس داماد میکشن نمیکشن، خونش در پای از این بوتای از آرس میزنن نمیزنن. امی عادت از کجا گرفته شده؟ از مشرکین قبل از اسلام بود که وقتی که شتر یا مرغ یا گاو زیر پای بت میکشن باز خون از در پایای بت میزدن. اما حال فعلا امی عادی است نیست. اینی میگه تو بخید یک مجلس بگو اگر یک 10 نفر از زدن که دقیقه دواندن کنید دقیقه بدوانید که قریه که کل قریه تا را جایی کسند عادی شده کلگی که برشان بگی استاد شما این گپار از کجا پیدا کردین؟ این گپار از قرآن عظیم شان. در قرآن عظیم شان چون مردم چی شدن؟ قرآن بسته است 7 تا پوش داده یک توکریه کم برازو ساختن بازی دیدن باری سر همی آرز گرفتگیست میبین قرآن اخو کس نمیفهمن. قرآن فقط چی شده؟ قرآن است که در سر چی؟ قرآن های مخصوص در کله آرز، قرآن های مخصوص کله آرز، قرآن های مخصوص اسقاط. یعنی این قرآن ها که از بازده یا خواندن مانده تلاوت نمیشن یا فقط تو مجلسی هستن. وقتی که برشان بگی که برادر تو خود مسلمان هستی، دیندار هستی، کتما نماز خواندی، نام خدا تهجد میخونی، عبادت میکنی، نمان مرغ زیر پای خانمت ذبح بکنه، یک شرک است. حالا یک کس را الله زنده است، الله هنوز رحمت سرش چیز کنه. یک بچه کاکایم است مولانا صدیق نام داره، او در معهد شرعی درس خوانده بود. امواده کاروسی ما بود، در وقت چیز کمی مرغ آوردن، امی آمد در پالی مساج مرگ گفت که استاد منکر نمان، اما با بسیار جدیت گفت استاد منکر نمان. آخر ما مرد کرد گفت ای مرغی چی گپ است؟ بر مرغ گفت نیست استاد ما با خیر تو که من تو میگم خیر ما کار نکن تو مرا مرغ وی چه تو داماد بی چشم ایجا داماد بی ما تو خود تو گفتم تو چشم دار امیر مرا گفت امیر بتی با مدریور بگی دریور جان امیر بگی باز خودت باید خانید امیر مرغ توفی تو چشمت در مرغ گرفتی بود دریور دیگه. او از خاطر غم خود میگفت آخر سب امر الله اگر این وقت تا فکر من نبود اما اون نفر مسلمان آمد چی کرد مرا متوجه ساخت، این حال برش دعا کردم دیگه. حال برادر اینی گناه شد. چی شد؟ این شرک است، ذبح کردن در زیارت. این مولوی سه لنگی چی میگه؟ ریش سبحان الله سعی کنی فقط فکر میکنی که این دیگه چهریش مثل ملائکه، اما در زیر قبر مردم گوسفند میاره شوروا پخته میکنه چی است؟ میگه ایره یک حاجتمند
یا پسې راوړی یو زیارت کې حلال که د بابا پښو لاندې. این در قری ما بسیار خوب رواج است. ما دیگه از این شروع الله عفو کنه زیاد نوش جان کردیم. الله ببخش. دیگه ما میفتیم وقتی کلانا کنه میگه اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا، یک شاعر عربی میگه وقتی که کلان خانه دول بزنه فما علی الاسره الا الرقص، بچه‌هاش که مجبور دیگه رقص بکنه. شاعر میگه وقتی که بابا نمک شور شد، وقتی که کلانا اینا حسابونه خوب عالم و تقواش که ببینی ساعت 2 بجه شب برای نماز چی میخیزن؟ تهجد. ولی دمی شرک اون بیخی عادی شده، هیچ گپ نیست. اگه برش بوی که نمی گوسفند نمانمون نفره که زیر چیز کنن، زیر پای اونمو قبر یا زیارت ذبح بکنن، این خود شرک میشه. صلات و نحر این مخصوص الله هست. اونم میشه که بسیار جنجال میکنه، تا شاید ازم قریام سا بکشنه تا چی کنه. نظر عبادت است. ما شما در هر رکعت نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. چقدر مردم هستن میگن نظر بی جان، نظر بهار. آتش پرستا برای بهار نظر داشتن، برای فصل ها نظر داشتن. اینا نظر حضرت علی، نظر کشمش نخواد، مشکل کشا. کیست مشکل کشا؟ باز یک شخص نامش میگیره. نظر بیبی، آیا بیبی را در چیز کردن. اینال این شرکیات عادی شده. اینال بسیاری کسا را که بگی که برش بگی باز میگم وی استاد شما چقدر دین سر مردم سخت میسازین. آدم ایران میمونه سبحان الله که تزیاد چی بگی. یعنی امی سجده آل بسیاری کسا همی بمی پیر خود بمون، مرشد خود بمون، بزرگ خود میره در پایه ازی سجده میکنه. و سجده به غیر الله شرک است. و رسول الله صلی الله علیه و خود شخصا کسی اجازه نداده برش سجده بکنه، ولی اینی چیزا عادی شدن. باقی ماندش ان شاء الله در هفته بعدی میخوانیم. سبحانك اللهم و بحمدک